پسر حاج عجب تختی رو اسمشو غلامرضا گذاشتند. او فقط در عرصه تشک کشتی نامآور نبود، بلکه فتوت و جوانمردی، آنچه که پشتوانه فرهنگ ورزش ایران هست رو با خودش داشت. آنچه که از او بزرگوار باقی مونده، گذشت، فداکاری، مهربانی، نادیده گرفتن، اغماض. به یه سلمونی میرفت برای اینکه موهاشو کوتاه کنن. یه روزی رفت اونجا، استاد سلمانی نبود، شاگردش بود. گفت که میتونم سر تو کوتاه کنم آقا تختی؟ گفت چرا که نه. نشست زیر دست اون بچه قدش نمیرسید، یک صندلی زیر پای خودش گذاشت و موهای آقا تختی رو نتونست اونجوری که باید آرایش کنه. آقا تختی وقتی دید موهاش خراب شده، گفت ببین هوا گرمه، موهای منو از ته بزن. به این ترتیب هم دل اون شاگرد سلمونی رو به دست آورد، هم به گونه‌ای به ما گفت که خیلی چیزا میاد و میره، اما اون نام نیکه که میمونه.